سلام. این هفته اومدیم با یه کاپ کیک شکلاتی خوشمزه. حالا بریم ببینیم چجوری باید درستش کنیم. اول از همه به تخم مرغ احتیاج داریم. 2 تا تخم مرغ. حالا بقیه موادی که دارم نشونتون میدم و مینویسم داخل کفشه. تخم مرغ ها رو اضافه میکنیم به ظرف به این صورت. دقت کردین؟ خب حالا شکر میریزیم. میتونید بچه‌ها از شکر قهوه‌ای هم استفاده کنید. ببینید شما یکم هم وانیل اندازه یه نوک قاشق حالا چای خوری میریزیم که اون بوی بد تخم مرغ رو برای ما بگیره. من حالا چشمی ریختم. به این صورت هم میزنیم. میتونید از همزن برقی هم استفاده کنید. یه 2-3 دقیقه هم میزنیم تا یه مایع کرمی به ما دست بده. دورگیری یادتون نره. حالا اینجا روغن رو بهش اضافه میکنیم. به این صورت. و بعد شیر رو باید بهش اضافه کنیم. این شکلی. دیگه در حد مخلوط شدن مواد با هم دیگه یه همه ریز میزنیم که مواد با هم ترکیب بشه. حالا اینجا میخوایم آرد رو اضافه کنیم و حالا پودر کاکائو. یه علک برمیداریم. یه پیمون آرد داشتیم اینو میریزیم. میتونید بچه ها از پودر کاکائو استفاده کنید یا دوست ندارید میتونید استفاده نکنید. سلیقه‌ایه. ما اینجوری کاپ کیک شکلاتی به ما دست میده. حالا میتونید سفیدش هم با استفاده کنید. میتونید اصلا پودر کاکائو نریزید. یکم هم بیکینگ پودر میریزیم برای پفش. اینجا انگار احساس کردم کم ریختم. دوباره ریختم. و به این صورت علک میکنیم. دقت کنید قشنگ کامل مواد همش باید علک بشه. حتی این ته بغلای علک که میمونه رو اینجوری با ضربه بزنید که اونا هم علک بشه. حالا باید بیایم هم بزنیم که یه مواد یه دستی رو به ما بده. به این صورت آروم آروم هم میزنیم. ببینید به این صورت یه مواد کاملا شکلاتی و یه دستی رو ما درست کردیم. حالا نوبت اینه که بریم یه مایتابه خوشگل برداریم به این صورت. حالا ببینید طرح مال من قلبیه. شما میتونید از قالبایی که تو بازار هست برای پخت پنکیک استفاده کنید. من حالا نمیخوام قلبی درست کنم. میخوام همون دایره‌ای بریزم. دقت کنید. ظرفمون که مایتابمون داغ شد با ملاقه اندازه حالا دستتون بیاد یکم میریزیم داخل مایتابه و میذاریم خودش رو بگیره. باید روی کاپ کیک همون حباب بزنه. ببینید به این صورت. وقتی اینجوری شد زمانش رسیده که شما بخواید کاپ کیک رو پشت و رو کنید. برگردونید. به این صورت برمیگردونید. دیدید؟ دیگه به این صورت که کارمون تموم شد میتونید روی همدیگه بچینید و با هر وسیله و هر موادی که دارید میتونید تزیینش کنید. دیگه کاملا سلیقه‌ایه. امیدوارم که دوستش داشته باشین بچه‌ها. ما رو لایک و سابسکرایب کنید. نوش جونتون. امیدوارم که خوشتون اومده باشه بچه‌ها.